ژامبون مرغ شده کیلو 640,000 تومان. اما با 600,000 تومان 12 پرس غذا کار هر کسی نیست. من برات میزنم نگم برات. 3 تا دونه مرغه، هر کدومش 1 کیلو و 200 گرمه که جمعش در اومد 480,000 تومان. بهترین راه حل واسه گرفتن بوی زخم مرغ ترکیب آب نمکه. این از آب و اینم نمک. مرغا 1 ساعت بره داخل آب نمک. 2 تا قاشق هم سرکه بریز. این از مرغا آب کش شدن بعد 1 ساعت. یه ترکیب ادویه جادویی داره که شامل 11 مدل ادویه است که تو کپشن نوشتم دقیق استفاده کنید. این از ترکیب ادویه. چی بهش بزنم؟ نصف لیوان آب یخ. این از سس و اینم از مرغامونو خیلی خوشگل ترکیب ادویه‌مونو بهش میزنی. همه جای مرغ باید سس بزنی. رو مرغاتو خوشگل بپوشون. 1 ساعت بذار داخل یخچال باشه. بعد 1 ساعت سینیفر رو بیار. یه دونه از این شرفا بذار روش. بعد 1 ساعت بریم سراغ مرغا. حالا بچین همینجا. رخو ببین. دمای فر گذاشتیم رو 220. 20 دقیقه قبلم فرمون رو روشن کرد. 42 دقیقه و 30 ثانیه میری داخل فر. 1 کیلو نیم سیب زمینی سرخ کردم که با روغنش در اومد 80,000 تومان. یه دسته جعفری میخوام با یه دونه پیاز که در اومد 15,000 تومان. خوردش میکنیم. پیازامونو خیلی نازک خورد میکنیم. بریم سراغ جعفری ها. یه پیاز جعفری، سوما قرمز بزن. یه خودم آبیشن خوشگل با هم ترکیب. جعفری رو بریز اینجا هم ترکیبش کن. این از ترکیب سیب زمینی و جعفری پیاز. هم از مرغای تنوریش. یا خدا. هم از سس کچاپش. این سینی 12 نفره دقیقاً در وقت 575,000 تومان. هر کدوم از این مرغا مقصود 4 نفر. هم با نون میتونی بزنی هم با برنج. دام و مرغتون هم میمونه برای خودتون. این سینی جذاب و خوشمزه رو اگه من براتون سرو کنم دقیقاً در میاد 1,600,000 تومان. خودت خونه درست کن حالش رو ببر.